تو یه رویا داری، یه هدف، یه پتانسیل بزرگ که ته دلت حسش میکنی. میدونی که میتونی بهش برسی، ولی یه چیزی، یه نیروی نامرئی همیشه جلو راهت سبز میشه. درست وقتی که باید قدم اصلی رو برداری پاهات قفل میشه. درست وقتی که باید تمرکز کنی ذهنت به 100 جای دیگه پرواز میکنه. هر روز به خودت قول میدی از فردا، ولی اون فردا هیچ وقت نمیاد. کم کم حس میکنی داری خودتو خراب میکنی، داری آینده‌تو از دست میدی، ولی نمیدونی چرا. حقیقت اینه که تو تنها نیستی، توی دشمن داری. یه دشمن پنهان که تو مغز خودت لونه کرده. این دشمن تنبلی یا بی‌ارادگی نیست. این یه خرابکار حرفه‌ای و هوشمنده که تاکتیکای مشخصی داره. اسم این دشمن اهمالکاریه و امروز ما قراره این دشمن رو از سایه‌ها بیرون بکشیم، سلاحاشو شناسایی کنیم و نقشه شکست دادنش رو با هم بچینیم. چون یه جنگه، جنگ برای پس گرفتن آیندت. برای شکست دادن این دشمن اول باید بفهمیم کجا زندگی میکنه و چطور از مغز خودت علیه خودت استفاده میکنه. این دشمن از جنگ داخلی مغز ما سوء استفاده میکنه. اون بخش منطقی و آینده نگر تو، همون مدیر عامل که میخواد تو کار درست رو انجام بدی. ولی دشمن ما اهمالکاری میره سراغ اون بخش احساسی و اشغال مغزت، همون میمون بازیگوش، و اونو وسوسه میکنه. بهش میگه این کار سخته، بیا بریم یه کار راحت‌تر و بالتر بکنیم. اهمالکاری در واقع اون صدای خرابکاریه که داره میمون مغزتو علیه مدیر عاملت میشورونه. حالا بیا بریم سراغ ذراتخونه این دشمن. اون از چه سلاحایی برای فلج کردن تو استفاده میکنه؟ سلاح شماره 1، گاز ترس. این اولین و قوی ترین سلاحشه. دشمن تو میدونه که تو از شکست خوردن میترسی، از اینکه کارت به اندازه کافی خوب نباشه، از اینکه بقیه مسخرت کنن. پس این گاز ترس رو تو ذهنت آزاد میکنه و تو فلج میشی. بهت زمزمه میکنه اگه هیچ وقت شروع نکنی هیچ وقت هم شکست نمیخوری. گاهی حتی از موفقیت میترسی، از مسئولیت‌های بعدش، و این دشمن از این ترس هم برای زمینگیر کردن تو استفاده میکنه. سلاح شماره 2، بمب پیچیدگی. وقتی یک کار خیلی بزرگ و ترسناک به نظر میاد، مثل یاد گرفتن یه زبان جدید یا راه اندازی یک کسب و کار، دشمن ما این بمب رو وسط ذهن تو میندازه. کار رو انقدر پیچیده و بزرگ جلوه میده که تو نمیدونی از کجا باید شروع کنی. این سردرگمی بهترین فرصت برای اهمالکاریه تا تو رو به سمت کارهای ساده و بی اهمیت هل بده. سلاح شماره 3، سراب فردا. این دشمن یه شعبده‌باز ماهره. اون با استفاده از خطای دید مغزی به اسم تخفیف زمانی آینده رو مثل سراب دور و غیر واقعی نشون میده. پاداش انجام دادن کار در آینده خیلی بی‌ارزش به نظر میاد، ولی لذت استراحت کردن و فیلم دیدن همین الان در دسترسه. اون بهت میگه نگران نباش، تو فردا این کار رو انجام میده. اون آدم قوی‌تر و با انگیزه تریه، ولی حقیقت اینه که تو فردا هم دقیقاً همین تویی با همین دشمن. سلاح شماره 4، چرخه گناه. این یکی از موذیانه ترین سلاحاشه. اول تو رو وادار به اهمال کاری میکنه، بعد که تو کارت رو انجام ندادی از حس گناه و اضطراب تو تغذیه میکنه. این حس گناه انرژی تو میگیره، اعتماد به نفس تو نابود میکنه و تو رو برای شروع کردن کار ضعیفتر از قبل میکنه. پس دوباره اهمال کاری میکنی و این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه تا تو کاملا تسلیم بشی. و دنیای مدرن این دشمن رو تا دندون مسلح کرده. تکنولوژی زرادخانه جدید و پیشرفته اونه. گوشی هوشمند تو یه مسلسل دوپامینه. هر لایک، هر ویدیوی کوتاه یه گلوله حواس پرتیه که مستقیم به مغز تو شلیک میشه و تمرکزت رو نابود میکنه. الگوریتما طوری طراحی شدن که دقیقاً میدونن چه چیزی میمون مغز تو رو بیشتر از همه وسوسه میکنه و همون رو بهت نشون میدن. این دشمن حتی تاکتیک خیلی هوشمندانه برای فریب دادنت داره. دودزای کار مفید. اون تو رو تشویق میکنه که به جای انجام دادن اون یک کار اصلی و مهم، خودتو با 100 تا کاری که اهمیت‌تر سرگرم کنی. اتاقتو تمیز میکنی، به ایمیل های قدیمی جواب میدی، برنامه ریزی میکنی، حس میکنی خیلی مفیدی، ولی در واقع این فقط یه پرده دود برای فرار از مأموریت اصلیه. خب حالا که دشمن و تمام سلاحاشو شناسایی کردیم، نقشه ضد حمله چیه؟ چطور میتونیم این خرابکار داخلی رو شکست بدیم؟ ضد حمله اول، جنگ چیریکی. در مقابل کارهای بزرگ مستقیم نجنگ. مثل چیریک دشمن رو تیکه تیکه کن. اون کار بزرگ و ترسناک رو به یه سری قدم‌های خیلی خیلی کوچیک و غیر تهدیدآمیز تقسیم کن.
انقدر کوچیک که دشمن اصلا متوجه نشه داری بهش حمله میکنی. از قانون 2 دقیقه استفاده کن. اگه کاری کمتر از 2 دقیقه برات طول میکشه همین الان انجامش بده. برای کارهای بزرگتر فقط 2 دقیقه اولش رو انجام بده. این کار مقاومت اولیه دشمن رو در هم میشکنه. ضد حمله دوم، رشوه‌دهی روانی. با دشمنت مذاکره کن، بهش رشوه بده. یه کاری که مجبوری انجام بدی رو به یه کاری که دوست داری انجام بدی گره بزن. من فقط وقتی اون سریال جدید رو میبینم که نیم ساعت روی پروژم کار کرده باشم. با این کار تو از میل دشمن به لذت آنی علیه خودش استفاده میکنی. ضد حمله سوم، پایگاهت رو مستحکم کن. محیط اطرافت رو از مهمات دشمن پاکسازی کن. گوشی رو بنداز توی اتاق دیگه. اعلاناشو خاموش کن. از نرم افزارهای مسدود کننده سایت استفاده کن. کاری کن که انجام دادن کار درست راحت ترین گزینه ممکن باشه و فرار کردن ازش سخت و پردردسر. ضد حمله چهارم، پیمان بخشش. قوی ترین سلاح دشمن حس گناهه که با بخشیدن خودت این سلاح رو ازش میگیری. اگه یه روز اهمال کاری کردی خودتو سرزنش نکن. این فقط دشمنت رو قوی تر میکنه. به خودت بگو اشکال نداره. امروز دشمن برنده شد ولی فردا یه روز دیگه است و من با یه نقشه جدید برمیگردم. بخشش چرخه استراب رو میشکنه و بهت قدرت شروع دوباره میده. این جنگ یه جنگ روزمره است. دشمن تو هیچ وقت به طور کامل تسلیم نمیشه. ولی تو دیگه یه قربانی ناآگاه نیستی. تو الان یه فرماندهی که تاکتیکای دشمن رو میشناسه و نقشه ضد حمله رو بلده. این جنگ برای آرزوها و آیندته و تو میتونی توش پیروز بشی. حالا نوبت توه. بزرگترین و عجیبترین کاری که برای فرار از یه کار مهم انجام دادی چی بوده؟ داستان خرابکاری دشمن پنهان تو کامنت ها برام بنویس.